سلام بچه ها، امیدوارم که حال تک تک شما خوب باشه. صفحه 47 یک کار در کلاس داریم که از ما خواسته 3 تا مربع برداریم. 3 تا مربع رو خودش برامون کشیده اینجا و با رنگ های مختلف قرمز، زرد و آبی. از ما چی خواسته؟ از ما خواسته که 2 تا از این مربع ها رو به نیم مربع تبدیل کنیم. نیم مربع یعنی 2 نصف. بله، همونطور که دیروز دیدیم ما تونستیم به 4 روش مربع رو به 2 نیم مربع تبدیل کنیم. گفته میتونید شکل‌های مختلف درست بکنید و با استفاده از اون شکل‌های مختلف هم بسازید. به کمک صفحه شطرنجی زیر شکلی که خواستید و مانند نمونه مشخص کنید. ببینید اینجا برداشت این مربع آبیه رو تبدیل به 2 تا مثلث کرده. 2 تا نیمه، یعنی خط تقارنش رو از این گوشه به این گوشه رسم کرده و 2 تا مثلث کاملا اندازه هم درست کرده و همینطور این مربع قرمز رو 2 تا نیم مربع کرده که هر کدومشون تبدیل به مستطیل شدن. اومده چیکار کرده؟ عمودی براش خط تقارن رسم کرده. حالا شما میتونید هر روشی که دوست دارید این مربعاتون رو تبدیل به نیم مربع بکنید، یعنی یه جورایی تبدیل به 2 قسمت مساویشون بکنید. خب مثلا من خواستم چیکار کنم؟ من اومدم این رو 2 تا مثلث کردم زرد رو و این یکی رو چیکار کردم؟ افقی اومدم تقسیمش کردم، یعنی از وسط 2 قسمتش کردم و این شکل رو ساختم. شما هم میتونید به هر روشی که میخواید اینا رو تبدیل به 2 تا نیم مربع بکنید، تبدیل به 2 تا قسمت مساوی بکنید و سپس اینجا باهاش شکل بسازید. سوال 2 گفته که با تا کردن شکل‌های زیر اونا رو به 2 قسمت مساوی یا به 2 نیمه تقسیم کنید به طوری که روی همدیگر رو بگیرن. اگر تا کردیم همدیگر رو بپوشونن و آخر سر هم بگید کدوم شکل خط تقارن نداره، یعنی تو کدوم شکله که وقتی که از هر روشی تا میکنیم 2 نیمه روی هم نمیافتن. من اینجا براتون یکیشو انجام میدم و بقیهش رو خودتون باید انجام بدید. اگر که دیدید نمیتونید خط تقارنش رو با چشم پیدا کنید حتما تا کنید. البته بهترینش اینه که از همون اول تا بکنید، ولی بعضی هم هستن که با نگاه کردن کامل متوجه خط تقارنش میشن. خب نگاه کنید بچه ها، الان این شکل رو نگاه کنید. فرض کنید که میخوام برای این خط تقارنش رو پیدا کنم. به نظر شما اگه من اینو بکشم به عنوان خط تقارن درسته؟ یعنی اگه از روی این خط 2 طرف رو تا بکنم روی هم میافتن؟ خیر، معلومه که اشتباهه، یه طرف بزرگتر از اون یکیه. حالا خوب بهش نگاه میکنین تا ببینیم که چه خط تقارنی رو باید براش بکشیم. به نظر من اگر از اینجا به اینجا رسم کنم و بعد 2 طرف رو روی هم تا بکنم اینا روی هم میافتن. نظر شما چیه؟ شما هم انجام بدید بچه ها. بازم بهتون میگم بهترین راهش اینه که شکل رو بتونید تا بزنید. اگر نمیتونید از روی کتابتون تا بزنید شکل رو بندازید روی برگه، اون برگه رو تا بزنید. یکی از اینا هم هست که خط تقارن نداره. شما که انجام میدید باید اون رو مشخص بکنید. سوال 3 گفته ساعت 4:30. 3 ساعت بعد ساعت چند میشه؟ بچه ها این سوال رو همیشه بهش اینجوری دقت کنید که باید متن سوال دقیق بخونید. گفته ساعت چنده؟ 4:30. شما حتما تو خونه ساعت آموزشیاتون رو بردارید و یا اینکه خودتون باید ساعت رو رسم بکنید و اون ساعتی که اول میگه رو چیکار کنید؟ روی ساعت نشون بدید. مثل اینجا که 4:30 رو براتون نشون داده. حالا گفته 3 ساعت بعد ساعت چند میشه؟ اینجا چیش داره تغییر میکنه؟ فقط ساعتش داره تغییر میکنه، دقیقش تغییری نمیکنه. پس ما هم فقط عقربه ساعت شمارمون رو 3 ساعت میبریم جلو، یعنی میشه
1 2 3. وقتی عقربه ساعت شمارمون 3 ساعت بیاد جلو ساعت چند میشه؟ ساعت میشه 7 و نیم. آفرین. پس شما هم دقت کنید. این سوال رو حتما با ساعت آموزشی انجام بدید در خونه.